هیچ موبایل فروشی نمیخواد تو اینا رو بدون که موقع خرید گوشی کار کرده خودت میتونی همه قسمتاشو تست کنی. برای این کار کافیه گوشی رو خاموش کنی، دو تا دکمه ولوم بالا پایین رو نگه میداری و گوشی رو میزنی به شارژ تا وقتی که لوگوی اپل بیاد. حالا دکمه رو ول می‌کنی. یکم زمان میبره تا یه صفحه‌ای براتون بیاد. خب کانتینیو رو میزنی، به یه وای فای وصلش میکنی، صبر میکنی تا این صفحه بیاد. خب اینجا رانو که بزنی، توی بخش اول همه قسمت ها رو خودش براتون تست میکنه و قسمت های بعدیش هم جدا جدا شما خودتون میتونی تستشون بکنید. گزینه اول که بزنی استارت رو میزنی و خودش همه قسمت ها رو براتون تست میکنه. همونطور که میبینی یه سری از قسمت ها رو با رنگ زرد نشون داده و بقیه قسمت ها که تیک خورده یعنی سالمه. فیس آیدیش، دیسپلیش، سیستم وای فای، وایرلس شارژش، آنتنش، کامرا، بلوتوث، همه اینا سالمه. مثلا توی قسمت باتری دستگاه 77%، که چون زیر 80% باید سرویس باشه اینجا با رنگ زرد نشون داده. حالا اگه بخوای خارج بشی کافیه فقط اینو بزنی و اگزیتو بزنی. چند تا نکته مهم دیگه هم هست که تو کپشن برات نوشتم.